یک سوال شده بود از طرف مخلصان. سوال همین که انشاءالله وقتی که پیامبر علیه السلام وقتایی که خدا خواهد آخر امراشو بود، وقتی که عمرشو با آخر رسید، حضرت جبرائیل علیه السلام سوال جواب کردن که بعد وفات من چند مراتب روی دنیا میایی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن از جبرائیل امین. جبرائیل امین گفت 10 مراتب روی زمین میام، بعد شما بعد قیامت انشاءالله. حضرت جبرائیل سوال کردن که یا جبرائیل بعد من چند مراتب با روی دنیا میایی؟ نه. گفتن هرگز نمیام مگر از 10 مراتب میام و 10 گهور از گوهر صبر رو میبرم، هیچ درویشان رو صبر نکنم. گوهر شرم رو میبرم که هیچ کس را بود در دنیا شرم و حیا نداره. سوم گفت گوهر مهر رو میبرم که هیچ کس نه مهر عاقبت نمیمونه. چهارم گفت گوهر عدل رو میگم که پادشاه ها نسبت قومش عدل انصاف گفت. گوهر برکات رو میبرم یگانش نبود، سخاوت رو میبرم که فقیران هیچ کس دوست نمیداره. گوهر که راستی رو میبرم که به هیچ کس راستی نمیمونه. گوهر که گفت عمل رو میبرم که حتی ملاحان نبود. در گفت گوهر برکات رو از قرآن مجید میبرم گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول بالهدایة والهدى وافضل الصلاة واتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب وشفائها محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم برادران اهل اسلام. الحمدلله به خداوند شکر بیادت در این روز مبارک حج المساکین. الله سبحانه و تعالی اولا انشاءالله دیدار یکدیگر دیدن و شما هم صحبت شدن، الله سبحانه و تعالی مناسب دید. بسیار انشاءالله خدا خواهد شکر گزار باشیم که خداوند به این هفته ما و شما را انشاءالله خدا خواهد رسانید و در این هفته چه طاعت عبادت هایی که عاجزانه کردیم الله سبحانه و تعالی و درگاهش قبول نماید، از ثوابش انشاءالله ما و شما را اله محروم بگرداند. و چی مقصد و چی آرزوها داریم، خواه دینی است و خواه دنیا، الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمش برای خیر بگرداند. یک سوال شده بود از طرف مخلصان. سوال همین که انشاءالله وقتی که پیامبر علیه السلام وقتایی که خدا خواهد آخر امراشو بود، وقتی که عمرشو با آخر رسید، حضرت جبرائیل علیه السلام سوال جواب کردن که بعد وفات من چند مراتب روی دنیا میایی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن از جبرائیل امین. جبرائیل امین گفت 10 مراتب روی زمین میام، بعد شما بعد قیامت انشاءالله قایم میشوند. همین مخلصا سوال کردن که همون 10 چیز خدا خواهد انشاءالله بیان کرده، خدا خواهد پرتوین انشاءالله در باره 10 چیز انشاءالله خدا خواهد با شما عزیزان هم صحبت بشه. پیامبر علیه السلام وقتی که خدا خواهد 63 سال عمر دیدن، وقتی که 63 نبی اومدن عزیزان من، الله سبحانه و تعالی چی این دنیا نه خدا خواهد پر شد، وقت شد، عمر شد و این دنیا را انشاءالله ترک کردن، حرکت کشید. الله سبحانه و تعالی حضرت عزرائیل علیه السلام گفتن میروی اگر محمد اذن تیا جانش بگی، اذن نتیا گشته بیا. حالا ما شما نمیپرسن، حتی علیه السلام هم اومده پرسیدگی جبرائیل اگر اجازت شود جان تو نگیره بیا گشته میرم. تو همین درجه ارکه خدا بود. حضرت مولای جنونی در غزل دراریان این غزل بیان میکنه با شما یک خدا خواهد به صحبت نگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد شد فرمانی سبحان، با اذنش از محمد قبض کن جان. حضرت عزرائیل گفت که خدا براو اگر محمد اذن تیا جانش بگیر این لعنتیا گشته بیو. بعد رایین شد فرمانی سبحان، با اذنش از محمد قبض کن جان. برندی تبدیستر بود حضرت، بدر آمد یک اعرابی صورت. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دمی وقتی وفات کردن شد بسیار تفتی بلند کردن، بسیار تفتی بلند، حتی که روایت میکند عایشه مادرمون که لطه تر میکنیم در پیشونیش میمونیم همون لحظه خواب میشد. چنان یعنی وقتی رحلت شد یعنی تفت شو بسیار بلند شده بود، بسیار سر شد یعنی در میگه پیامبر علیه السلام. برندی تا ببیستر بود حضرت، بدر آمد یکی اعرابی صورت. بگفت احتیاجم با رسول است، بود علمی که قصدم در دخول است. یک اعرابی صورت نامد میگه، یک قشلاقی شده. اعرابیش نامده دروازه پیامبر علیه السلام تق تق کرد، گفت اگر اجازت باشد داخل شود. اذن بگفت احتیاجم با رسول است، بود علمی که قدم در دخول است. رسانید از عایشه به سرور، که شخص منتظر ایستاده بر در. وقتی که رسول الله به احوال خودش احواره بود، عایشه مادرمون این آواز شنیدن، گفتن ای گفتن محمد علیه السلام نزد دروازه یک آدم منتظره، یعنی اذن داخل کردن همین خانه ما دارد. پس که اگر اجازت باشد من پیش چی محمد دارم. بود علمی که قصدم در دخول است، رسانید از عایشه به سرور، که شخص منتظر ایستاده بر در. بگفت احمد دایر دانه دون، که شد پیمانه ما این زمان پول. بهارت رفت و هنگامی خزان است، که علمی قابل اینجا علمی جان است. محمد علیه السلام وقتی که آواز عزرائیل شدید گفت عایشه گفت وقتی ویدا خیر خوش ما اومد، بهارم گفت زندگی ما خزان شد. دمی لحظه های خدا خواهد این دنیا را ترک کردن و نزد آفریدگار الله مهربان رفتن وقت شد. گفت این گفت این ندای گفت ملکوت است، عزرائیل است. گفت نمیدونی گفتی نه. کجا آن شخص از اعرابیان است، دهیدش اذن تا پیشم در آید. رضا در قسمتم اذن سرایت. چون این گفته با وقتی وحیش منتظر شد، که ناگه جبرائیلش دلپذیر شد. گفت اذنش دیگه گفت درآید. حضرت عزرائیل میگه بعد مجرد که دور من رسول الله صلی الله علیه وسلم بدنش یک می‌لرزد. این جان دادن چیزی آسان نیست عزیزان. پیغمبر علیه السلام با نهایت با مهربانانه نهایت با مشفقی جان حضرت گرفتگی‌اند به نهایت. لیکن حضرت عزرائیل چنین خودش دهشت دارد، وحشت دارد عزیزان من. به دیدن مجرد میگه عزرائیل میگه چیکار کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و یک بدنش لرزید عزیزان من. ببین خدا ما و شما چی میشه که دم مردن احتیاط چی؟ اگر ما و شما همون لحظه های جانسپایی به یاد آورده گناه کم کنه که انشاءالله خدا خواهد. همون لحظه های جانسپایی به یاد آورده دایی به یاد الله باشه، دائم به ذکر الله باشه که پیامبر علیه السلام این لحظه ها را چشیدن عزیزان من. میگه اذن داد، میگه عزرائیل دومت میگه گفت که امیر جئت قابضا ام زائرا. گفتن عزرائیل آیا جانی من گرفتن اومدی من زیارت کردن؟
حضرت گفت یکم گفت من تو را زیارت کنی اومدم. گفت دویم اگر اذن بدی جان تو نمیگیرم الا نمیگیرم. گفت نباشم منتظر شو. گفت برادرم جبرائیل بیاید. جبرائیل امین چونکه این برادر دوستی نزدیکترینی محمد علیه السلام همین عزرائیل است. این جبرائیل است. چونکه 23 سال یک جای الحمدلله محمد زندگی کرد. شب و روز از احوال محمد خبر میگیرد. شب و روز وحی الهی قرآن عظیم الشان به یعنی حضرتی که جبرائیل علیه السلام با واسطش الله سبحانه و تعالی محمد نازل میکرد. حتی جبرائیل اخی میگفتند، برادر اکم میگفتند. عزیزان من بیامد جبرائیل از امر سبحان و نزد احمد ختمی رسولان. گفت حضرت بسر کرده اشارت چی آوردی زی مولا بشارت. گفت این گفت جبرائیل کجا شدی؟ تو گفت بیخبری. گفت وقتی ما آخر شد، وقتی گفت دنیا را ترک کردن شد. گفت من گفت از حالت خبر دارم. گفت حتی گفت تمامی گفت در آسمان فرشته ها امروز تعزیه بیان دارن. امروز گفت همه گفت فرشته ها صف صف منتظر جان شما هستن. ببین چی آوردی زی مولا بشارت. بگفت بابی فردوس کشادم به دستی حور غلمان جا مبادم. تا تشریفت همه در انتظاری درود گوید ملائک رحمت زیباری. گفت دروازه های 8 جنت گشاده شد و تمام فرشته ها صف صف منتظر جان شما هستند. گفت خوشخبر همین. گفت از طرف جانب الله. گفت چون که آدمی اگر ایماندار از دنیا گذرد تمامی دروازه های آسمان گشاده میشد. عزیزان من حتی دروازه های جنت براتون نگشاید انشاءالله. خدا خیر جان شما را گرفته یک بار نزد عرش پیش الله میبرند. همه فرشته ها از بوی خوشی آدم نمازخوان و طاعت و عبادت کننده راحت میکنند. عزیزان من اگر خدا خواهد عرقخور باشی، زناگر باشی، گناهگار باشی، آسمان دم رد نمیتونید جانت انشاءالله. خواهی که خدا خواهد نزد خدا مکرم باشی، خواهی نزد فرشته ها تحسین به سزاوار شوی، انشاءالله دنیا خدا خواهد امت به طاعت عبادت بزنم انشاءالله. خدا خواهد میگفت رسول بسوی پیامی تنها نشودم تو را منز این سخنها. ندارد این سخن حل شدنی من با پیغامی دفعون مجدهی من. گفت این گپات من نگفت نفارید، من در مجده خودته. گفت من میدونم. گفت انشاءالله خدا خواهد البته من گفت جنت میرم، چون که یکم پیغمبرها جنت میدارند. جای پیغمبرها گفت جا جنت است، لیکن این خبر گفت من خوش نکرد. یک دیگر خبری خوبی پیام و پیغامی دیگر چون مجده من. یقین حالت بود جای رسولان که همه درها شود، همه زرها شود و رجوع به آن کان. من میدانم که پیغمبرها جا جنت هست، لیکن من از این طرح نمیپرسم. چی میپرسم؟ بکن وقفی مرا از امتم چی باشد حالی جمعی آسیانم. تو گفت من امتام خبرت، تو حال امتای گناهگار پدرش میشم. من انی را گفت من ایت جنت نمیپرسم. گفت من ایت گفت دخترای جنت مولاش نمیپرسم، حال امت پسند. بینید پیامبر علیه السلام فقط چی با شما را پرسید، فقط با شما گناهگاران را در حکم حضرت انشاءالله خدا خواهد دعا کردن خلاص بینید. از این جبرائیل شد به نزد سبحان کی تا داند و امت چیست فرمان. خدا گفت امتانی آسیانند به آبی معصیت گیر خاکیانند. گفت امتاش گفت البته گناهگار است. از خاک آفریده شده است. گفت و گفت دائم گناهگار است. گفت منم میدانم
خدا گفت منم میدانم. امتاش گفت خبر شبتی گفت خدا گفت امتانش آسیانن با آبی معصیت گل خاکیانن توفیل حضرتی احمد حبیبش محمد را دیهیم مهری شفاعت. گفت بگوش گفت فقط گفت من باب شفاعت میکنم فقط امتاش انشاءالله. گفت چیکار میکنه؟ گفت شفاعت میکنه روز قیامت انشاءالله. گفت مجده بکش. این چیز پیغمبر علیه السلام چیکار کرد؟ خرسان کرد عزیزانی. گفت البته گفت فقط باب شفاعت میکنه روز قیامت امتاش البته گفت شفاعت میکنه. این مجده بود که خدا فرد پیغمبر علیه السلام غمی ما و شما را خورد. حتی که از جانش نپرسید، از دیگرش نپرسید، جنت نپرسید، چی پرسید؟ گناه ما و شما را پرسید. ما که امتا امروز چی کار داریم؟ ما و شما امتا امروز چی عمل چی قاعده داریم انشاءالله. وقتی که میگه ابراهیم علیه السلام آمد نگد نزدیک پیغمبر علیه السلام گفت یک دمک توقف کن. گفت جبرائیل بیاید. وقتی که جبرائیل اومد میگه نزد شد. پیغمبر علیه السلام سوال کردن یا جبرائیل وعده بود که تا 90 سال عمر بینی. ولی گفت من اگه 63 سال عمر دیدم خلاص کن. وعده بود که تو محمد 90 سال عمر ببینی. این 27 سال عمر من کجا شد؟ حضرت جبرئیل امین گفت 27 سال عمر شما گفت شب معراج گذشت. شب معراجی که پیغمبر علیه السلام انشاءالله مهمان الهی شد. الله سبحانه و تعالی محمد که سخن کرد بس واسطه التحیات لله و الصلوات و الطیبات جنت خدا نشونش داد، دوزخ نشونش داد. عزیزانی من چندین سالا بود درباره معراج صحبت کرده بودم انشاءالله. خدا فرد با من خدا فرد ماهی مولود میاد انشاءالله صحبت میکنیم قصه باشدم. همین 50 وقت نماز شب معراج فرض شد. 50 وقت نماز، 5 وقت نماز نفرمد با واسطه حضرت موسی علیه السلام 5 وقت نماز نه انشاءالله فرمد. اون شب الحمدلله تمام جنت خدا نشونش داد، ناز و نعمتاش. تمام دوزخ عذاباش نشون داد. برو بگو گفت امتاتا کسی که اطاعتی من میکنه اطاعتی تو میکنه انشاءالله و جنتی هست. کسی که گفت خلافی گفت فرمانی من میکنه و خلافی فرمانی تو میکنه بگوش جاش دوزخ. خدا انشاءالله خدا خد کم راه دارد. از خدا بترس انشاءالله. و کم راه انسان که عذاب داده میشود. من امروز کم راه دنیای بین، کم راه دنیای چی است؟ آدم که هست انشاءالله. کم راه نامش دوزخ است. کم راه برای گناهگار است عزیزان من. تو طاقت نداری خدا خد انشاءالله. اما در امر داری. همین امرتم خدا خواهد انشاءالله با اسلام میگذارم، در راحت گذارمش، طاعت عبادت انشاءالله. گفت 27 سال عمر تو گفت همون شب معراج گذشت. بینید حضرت جبرئیل سوال کردن که یا جبرئیل بعد من چند مراتب با روی دنیا میایی؟ نه. گفتن هرگز نمیام مگر از 10 مراتب میام و 10 گهواره از دنیا میبرم. یکم گوهرش میکنم جماعت، گوهر صبر را میبرم، هیچ درویشان را صبر نخواهد. یکم گفت گوهره که گفت صبر میبرم، آدمان صبر طاقت نمیبرم. من امروز گفت 100,000 دلار دارد با بی صبر است. یعنی خانه دارد، ماشین دارد، همه چیز دارد با تلخ کفاسی گشنگی را میبرم. صبر نیست حقیقتا همین گوهر نیست. یا کلی صبر بینید که خدا خواهد. یک بار شاخی شهرهای مصرف خیلی تا 3 سال 4 سال بار نزد یاخی کودکان نیست. نزد خدا خواهد پدر مادر خدمت کاری نا انسان. پدری پیر 6 ساله 70 ساله 80 ساله داری خدا خواهد باز صبر نمیکنی تا این پول تا بخری و خدمت اینا را کنی. من گفت گهواره که صبر میبرم. دویم گفت گوهری گفت شرم را میبرم که هیچ کس را بود در دنیا شرم و حیا نمیبرد. من امروز
یا نیست؟ امروز نه مرد نشرمه نه زن نشرمه. حتی مرد خود به شرم و حیا شد امروز با ترسو گشته. من زن اگر نزن امروز زن بالکل خدا خواهد لیچ شد. حتی لباس دادن لباسش وظیفه لباسیش اجرا نمیکنه. تو نور همه وجودش میتواند کورنه سکرا خواهد. امروز خواهچم در پیشش دیده داده یا بار نصیحتش نمیکنه. دختر در پیش خودش با ترسوش دهید نصیحتش نمیکنه. همه شهر کودکی سر نشود. در کودکی که حتی مسئله های فکری نگرد از کودکی بچه ها تا لباس های قیمت بها نپوشون که همون چیز عادت میکنند فقط قبولش میکنند. از امروز میدانی بچه کودکی هست. من در بازار مشاهده داره کدام سبقه هم زگیفته است. من امروز ما اطاعت کی داره بعد بچه اطاعت کم میکنند. من دعوای شوره نگه مردکاش کرد پدرش چی که خنش ها هم میپوشید یا نمید. امروز زن پیش تایید کنه سوکر باشه گشته حقوق تا پلاس تا داری زن است. ولی همین گپ دید چونه نبگذاره نگردی برم چی مورد نمیگذاره گپ چونه وی خوده اینه همه سالان بکنم که قیامت نزدیک شود زمانی نشود که تربیه گیرنده ها تربیه کننده ها را تربیه نکنند. پجر استعاده همون زمانه وزید تربیه گیرنده ها تربیه کننده تربیه داره. من پلیده داره من تخت بشیم جرده خواهیده کار نمیکنه خواب شاب نمیکنه چی کار میکنه منم زونم کرده ولی که پدرش مانند حکمش گذارد. من در کوچه رفته سال دارم یک مصطفی کوچه ایستادگی هست. من گفتم بابا جا گفتم فلان جا مرکه شده است همونجا نمیره. زنش بود مدو گفت که نمیره این گفت کار دارم گفت برو. من لب کرد برفت منم پشن است. این حق من دروغ نمیگم خدا در بالا بود. یک کودک میگم با تربیه کننده یک کودک در کوچه ایستاده است. من گفتم بابا تکون فلان جا مرکه میره باش گول بدار که کودک هم گفت که نمیره اون کار داره طوری میگم گفت میبرم میگم تو نکنست من تو چی بلا زده که چیزا ما چی این پریزدنتون به چی بلا زده پریزدنتون نه شرم و حیات بر مردم میبرد. سیم گفت گوهر مهر نمیدم که هیچ کس نه مهر عاقبت نمیمونه. گوهر مهر عاقبت امروز نه عاقبت دادر مهر دارد. این چوشون است بگه در این دوری قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. تمامی میگه دنیا رو میگه بدیزه کرده نه پدر مهر با پسر دارد میگه نه مهر میگه دختر با مادر. روز نیست مهر گفت من گوهره که مهر نگیرم. چهارم گفت گهوار عدل میگم که پادشاه ها نسبت قومش عدل انصافش نمیمونه. زمانی مشاهدی گفت میان گفت گهواره که عدل میبرده. من بعضی مملکت ها نشده است پادشاه ها نسبت قوم ها شد عدل انصاف نداره. الحمدلله امروز شای ما شما عدل انصافش بلد است بیادت شد. امروز خداوند حقوقی بشر انشاء را بلند کرد الحمدلله. این یک عادلی شاه نشان میتن انشاءالله. نسبت قومهاش خداوند مهر برد الحمدلله. بیادت شد ما شما شکر گذار باشه بخیر شاه خدا نگه دارد از شاهایی که خداوند ظالم باشد. نسبت قوم ظلم چکار کردن میتونی دست اون هیچ نمیاره. دائم در دعا باشه الله سبحانه و تعالی. ششم گفت گوهر برکات میبرن یگان چیز برکه نمیمونه. یا از میان گفت گوهری گفت چیه برکات گفت میبرن از بین قومان در گفت برکه نمیمونه. من امروز میگم که امروز برکه نیست. من 23 تمام شد 3 ماه 23 هم میرود خیلی خوش میکنه.
اندک وقت خلاصه و چون ما باید تمام من سال روز رفت چقدر رفت نمی کنم برکه دمک روز نیست. ششم گفت گوهر سخاوت میبردم که فقیران هیچ کس روز نمیدادن. زمانی میشد که گوهری گفت سخاوت میبردم یگان کس کمبغلان خیلی احسان میکنن. حتی کمبغلان را بعد میبینن حقارتش میکنن. الله بعض جوانان رو دیگه از میگن اخیرش حرکت کنه دیگه اخیرش پلیوه یا اخیرش خواه مامای نپلش میکنه. ولی شکر که خودت کمبغل نشه خودت دل دل یادمو نرفته. این خنده نیست یا خنده کمبغل کی میکنه؟ الله میکنه. این رو نمیدونه باید کی میکنه؟ الله میکنه. اگر الله در دولت برکت نتیان خواه باید زنیه بیرسی یفته نمیتونه. نه نمیدونه کمبغل ها پس نزن هیچ نجنبد هیچ جنبنده زیاد سو. حضرت مولی میگن تا که نخواهد جنباننده او که شاه از پیش خود شاه از کجا شد کجا سایز پیش خود گدا شد. و میگه پشور اگر به خدا کرده شد گدواره میگه نه خدا کرده شما نه خدا خود وظیفه خودش کرد شما نه خدا خود خیلی احسان کنش کرد اما آدم وقتی که باید دوای حرکتی خدا خود عمرتون نروس نخون نداد در برکت میگه. همه در حکمی تا اگر نقاش میکن را سریشته بدانا در اینجا کی نوشته. اگر یادم ها خوب نمازون خدا کراشد این بندی تو را تو کرد این زشتارم الله کرد. همه در حکم تقدیرش دواند به هر سویه که میخواند رواند. حکم تقدیرات نباشه یکو هیچ کن نمیتونی بخاری سوی کافر هم مبینی مبادا که فروزد شمعی دینی. کافر هم نگه بچهش نباید نبینی. اگر الله بخواش در یک دم عالی میشه. هر کافره که ملای مرد سخته هر کافره که مسلمانان در سخته مسلمان بدانش نیرم باز مسلمان بدانش دروغچی فیلمگر نکوشت در حضرت کنید فقط شعر اسلام نه ایزا حرام خلاص. ولی همین کافران بچهش میبده نبی خدا بخواش انشاءالله خدا ایمانتون عالمی سخت میشه. ایمانتون خدا ترس میشه. ایمانتون اسلام پیش میره انشاءالله. هفتم گفت گوهره که راستی را میبرن که به هیچ کس راستی نمیمونه. وقتی میگم گفت گوهری گفت راستی هم بگیرم یگان که آدم راست کنه نمونه. من پجسته این روز تمامی ساداگرها دروغ یا نمی همه فیلت در و دی گفی اگر راست نیامن دروغ نیامن راست بسید همه من دیده شده و اگر نکنه ساعت نگه فلان یا کار نکنم نیست دروغ. اتش فن داره اتش فن داره زن تا فن داری خواه تا فن داری بچه تا فن داری نداری من از نبره داری حیات نبره داری کوچه بوری اگر دایده کفر نیرونگا نبره تمامش نبیارم نوادیش می تو کذو بی یا زن تا بکش دوخه رسیدن زمان تلفون نکم ای رسید پولم نفوسونم تلفون تکشی تو کذو بیتر تو اتا که مصفان کرسید فلان جو باید وقت نیست از این یک ساعت بعد کلو خواست 2 ساعت بعد یک آدمی توپ پتسی در پیش من ایستاده بینه توپ پتسی نماز کن ایستاده اتش تلفونش کرد در پیش من نگرده اکم گفت در گناستی گفت که من در موشی رفتستم تو یک کرد تو در پیش منی موشی کردی تو نه میگفتم تصویر میدم پاکم بگیرم تو دروشی گفتم کذابی تو در پیش من ایستاده موشی دوید در کوچه کلون رفتستم یا تو در مانی مگزین در چوبونه شیده افتر تلفون کنه این اول در رفتستم دروغ نه تاش نگو من در کارات قضاتی ها کنم تاش نگو من خلاخر در کوچه جی کوچه هستم تاش نگو زن تا پول ندارم تو سکنه بتونه تاش نگو بچه تا مدارده نمیارم میبرم امید نکن من شوتک نپل نیست
پلا او زنگ دیگه پس چه تا پول بیا بعد آخر نوشتن رو بود روش شد من امروز لوسی برداشتش دیگه گاوره که گفت عمل نمیبرم که حتی ملاها نگفت عمل نمیبرم من گاوره که عمل من 50 وقت در این شهر بودم که مولا سنت پشت نماز کن نمیتوشید کنی عملت کردم من یک سنت و سنت خوندن این نماز سنت اشیاء نباشه 15 تا دوام مولا گیره کنم کنی سنت کله بود به سنت عملت انا این عمل ہے دماغ شما سنت کنی که نماز که خوندی دماغ عمل کنی یک حدیثش اینه که عمل که فقط عمل نشاکی من امروز عمل بیجا شده من امروز ملای خلافت دستکر شده ملای عرب داده شده خونه شده اینگه چه چی تقیم حاجه و دارش چی کنه گناه کرده شده این حاجگی هم دو باوری در سری حاجگی هم کعبه نمونه برخورده شده اما شرافتی من شما امروز نماز نخونه کعبه رفته سه توبه کردمه و داره نماز خونه پایید تو نماز نمونه کعبه تو چی نمیره اونجا کعبه خونه جای رکلام من استنده گر کعبه روانی بگه در اون خانه نماز هست اونجا نماز نخونه اونجا گشت آمده نیرماز نمیشه وای بچه اونجا آمده نمونه امنا چایی با شما نازی مردم نازی قوم که مردم آزو کنن اونجا با عمالات تزه دکار نیست بیا کم نرمه همین آخی رفتاری حاجی همین رفتاری آخی مولا از خدا ترسی دهون گفت گوهری برکات از قرآن مجید می بردارم گفت زمانی میشد قرآن هم برداشته میشده عزیزانی من امروز قرآن امکانیت اخلاقات نمیخونیش امکانیت انشاءالله خدا خواهد قرآن خدا خواهد عمل نمیکنی قرآن در روز میشد که قرآن برداشته میشد روز میشد که از مینه سرت خدا این من میگیرم این مینه سرت میگیره خدا انشاءالله برای برکت نرفتن ما شما چکار کنیم انشاءالله خدا خواهد این عملا نکنیم بعد گفتو گفت ای محمد 10 مراتب که میام روی زمین میام گفت انشاءالله خدا خواهد بعد از اون قیامت قایم میشه گفت وقتی که بینیم محترم جماعت پیامبر علیه السلام بعد امتاش جمع کردن یک شر نصیحت کردن پیش از وفات شد رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنان مبارک گفته رفتن یکم بعد این چیزا را رفتن امتای من حلال را حرام دانه حلال دانه حرام را حرام دانه بود ای امتان بود حلال حلال دون حرام حرام دون بود یکم وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت ما و شما دیگر ما و شما حلال حلال دون حرام حرام دون حرام حلال عملش که رسول که نپرتا فرد کسی که حلال خدا را حرام میگه کسی که حرام خدا را حلال میگه کافر میشه یا نه نکاح بریده میشه این فتوا هم داره ای خدا بترس همین دورمدگیش فایده بسته خوندن نگیر دویم مثلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد فقیرا گفت کمبرالان رفتن مهر و مروت که نگفتن آئلتون زنهاتون رفتن خوش رو بخورونه بپوشونه وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که زن دستنگری مرد زن تو نخدا خواهد آئلت نواسه که خدا خواهد او 20 کیلو دروغ توی نکرد زن تا خوش رو بچه یکات خدا خواهد خوش رو خورم خوش رو پوشوش باید بعد اومد اومدن کنی حالی که نیارش نتونی باید بیاد کوچه را سرطون کنن کوچه باکچه نون کافتر کوچه باکچه پوچگلی سریلی چیده باید وظیفه شما
تا بلاغت نرسیده انشاءالله کلان شدن چی مرد و چی زن چی دختره و بچیان این خوردن و پوشوندن در گردن من شما پیامبر علیه السلام خوشنو بخون نشفتن خوشنو تعلیمش کرد خدا کرد انشاءالله بچه ها دادن دختره دا خوشنو تعلیم که انشاءالله خدا کرد فرزندی ناد باقی پدر فرزندی بد داغی پدر ایان نمالا داغ میارن اون بچه میارن دختره میارن باغ میارن خدا کرد انشاءالله سیب و ناف و انگل متیه مقصدی باغ چی هست نیوت متیه خدا کرد رحمت گرام آتا میارن اون بچه ها دختره هوشیار شد امروز بمیاد بیزه رفته سیاد عموما تربیه نور عزیزان من ما در این جمعیت بگردیم و چند روز لاخت و هر روز لاخت چندین مردم کدیم هم صحبت میشیم آداب تی خدا خد انشاءالله خوشون خدا خد بخونون شک انشاءالله خدا خد سوال این مشکل همه دوزیا همه عرخریا همه زیناگرا به علمی است از خدا نترسیدن است خدا نترسیم بگه عرخ خود است چکل خدا بترسید تو بگم عرخ بگه من خدا بترسیم زیناگر بگه من خدا بترسیم روز یا تا خدا بترسید سری گناه نمیره هرگز گناه نمیکنیم خود خدا ترسی که پاره گرفته است چقدر خدا ترسی که حرام خدا ساده چقدر خدا ترسی که خدا خود دوزی داری باری مردم من در کامل دیده است کامل مسجد نه بعد مسئله را خود من بوارده بکردم دیده ساده کلون سال یاش ای خدا بترسی یک تا اوهنک تا میلیاردر نمیکنه بیا پرس میکنه من تو خیال نکن همه جاش کامل آمده ساعت 12 ندارم اونجا دیشامه دارم تو خیال نکن یک تا هم دا بوتنه نزو بیا پرس خدا خواهد 10 تا آهنه میکنم 10 تا آرماتون میکنم 10 تا چوب میکنم خدا خواهد انشاءالله یکی به خونه هم میبری چی میکنی باید که حرام باید خودش بعد گفت نزدیکتر بیافته که از راه گفت جان نبگیر دیگه گفت مسئلهش گفت نماز نهوشیار شد گفت نماز در وقت ادا کنه گفت ای امتای ما گفت 5 وقت نماز گفت در وقتش بخون گفت خدای تعالی این نظم بگه چیز بده از صلات و وقتی ها نماز در وقت ادا کردن خدا دوست نداشته نمازم گفت هوشیار شد گفت نماز خون گفت نماز ای دست نده گفت کاری دنیا گفت عبادت ای دست نده وقتی که میگه نزدیک آمد گفت جانی من اکو بگیر حضرت مولی جون گفته این پیامبر اسلام چی گفت کرد وقتی رفتن حبیبی آزاده وقتی رفتن حبیبی آزاده امتی 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 گفته جان داده روز رستاخیز شود آغاز امتی امتی گفته خیزد باز وقتی رفتم سختی جان دید گفت ای پروردگاری عرشی مجید سختی جان این چونین باشد امتانم مطیع که این باشد سختی جانی امتانی من بدیهی جمله را به جانی من نماند به زندانی دوزخ اسیر کسی را که باشد چونین دستگیر نماند به عصیان کسی در گرم که دارد چونین سیدی پیش را گفت جانی من رو سخته بگی گفت امتا من هم چی سختی ها باشد بالای من رو بکن بینید وقتی که میگه جان در میانی نافی محمد اومد حضرت جبرئیل میگه سرش گردون گفت جبرئیل گفت دیدنی من گفت خدا خواهد بعد میگفت چقدر گفت شما جان ته گفت من طاقت کنم گفت جان همینقدر تلخ میشته است گفت رسول الله تلخی جان کشید ناشم حالی جانای پیغمبران مثل میگه خیل
پشم از درون خمیر میکشی، همچنان جانهای پیغمبرها را از رائل میگیرد. لیکن محمد نیستن باید ما و شما بیاد بیاریم. شاعر گفته است که سبزه روی زمین از دانه گندم می شود، تلخی جان کردن از مال مردم می شود. جان ماها سپردن ای مال مردم اگر حرام خیلی، مال مردم دوزی خیلی، ناحق خیلی. من یک برادر دیدم 20 روز جان کشید. خدا نگهدارت. الله خواهی که احسانک جان تا بگیرم، مثل پیغمبر ها بگیرم. ایوان نبرار. این دنیا میگذرد، این وقت میگذرد، این ساعت میگذرد، لیکن اون لحظه ها میآید. فکر که بعد خدا خواهد انشاءالله. لحظه جان دادن، لحظه ایمان ها بردن از بیاد بیار خدا خواهد. این بردن ایمان کاری بازی نیست. تمام بزرگای اسلام کتاب ها من مطالعه کردم، فقط یک کار نمیگریستن. گریست که آخری کلمه آب یا لا اله الا الله میشامی یا نمیشامی. چون که بردگی من آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که آخرین کلمش لا اله الا الله میشد وای جنتی عزیزان من. لیکن به بردنش که نه، نه بخد بردنش خلافت دشواره. برمی عزیزانی من انشاءالله وقتم شده است صحبت کنیم. صحبت بسیار است. خدا خواهد انشاءالله، خدا مناسب نه جمعه دیگر خدا خواهد انشاءالله با هم صحبت میشیم. انشاءالله این 10 گهواره که بود که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیا حضرت جبرئیل آیسته آیسته میبرد و قیامت انشاءالله خدا خواهد به چی میشود؟ قایم میشود عزیزانی من. من خدا خواهد از این گهواره که همه موشیار شیم انشاءالله. خدا خواهد از این گهواره که خدا خواهد مهر و عاقبت، دوستی یا دیگر فهمی، راستی، حلال خوردن عزیزانی من، حرام شماریدن، چیزی که در بالا گفت عمل کردن. این نمازی که یاد گرفتی بخونه که خدا خواهد، یا جمعه نخون. نمازی که خونی 5 وقت نماز یاد گرفتی خدا خواهد انشاءالله. تا دم مرده نخون. مردان راکس که نیست. زی معذوری میگه روزه خوردن. روزه ماه شریف رمضان یک معذور شده خوردن عبادت نیست. نماز رو ترک کردن تا وقتی مردن میگه. تا وقتی مردن تا نماز ترک کردن اجازت نیست. روزه کساش که از قدم کساش دیگه حالت گوشت اجازه کرد، لیکن نماز اجازت نیست عزیزان من. چی خلاصو میخونی، چی شیشته میخونی به ما، چی خواه رفته میخونی تا جان رنجه نیاید سر در جنبش مون، بعد از گردن نماز ساکت نشه. مردم لطف کریست زنگ نیست به شما، زنگ نیست که خدا کساشه به شما 3 روز پرد دم گیری زمان خدا 60 دورگی، لیکن مردم شما دا مرد کرگیمی تا آدمی مردن انشاءالله عبادت هست. تا آدمی مردن انشاءالله کجایی باشی، چی در سفری با نمازات قصده کرده سفر نخدا خواهد ساوکش کرده که ساوکه خدا خواهد انشاءالله بکن. حتی روزت خوردن اجازت داده. امکانیت خدا داد برای شما که در عذاب مکشی و خدا مهربانه. ما بنده ها ظالم هستیم. خدا بینید مهربانه. خدا همه ما و شما نخدا خواهد، لیکن افسوس ما خدا خواهد مهربان نیستیم.